آریا فکر میکرد فرار کرده، اما سایه ها هرگز دست نکشیده بودند. صبح روز بعد پلیس آپارتمانش را خالی پیدا کرد. گوشیش روی زمین وبره میزد. پیام دیگری ظاهر شد: نمیتونی از من پنهون بشی. انعکاس آریا در هر آینه ظاهر شد، به جز خودش. رنگ پریده، لبخند زده و خودش حرکت می کرد. اتاق بوی خاک سرد و موی خیس می داد. چیزی روی دیوارها خراشید و اسمش را زمزمه می کرد. سپس دستی از تاریکی کمد بیرون آمد. نه سایه، نه سارا. چیزی دیگر. چیزی قدیمی تر. آریا فریاد زد، اما صدایش از گلویش بیرون نیامد. آینه ها همزمان ترک خوردند و هر انعکاس به چهره‌ای تبدیل شد که نمی شناخت. سپس سکوت. آخرین پیام روی هر آینه ترک خورده ظاهر شد: به اتاق انتظار خوش آمدی. هیچ کس آریا یا سارا را هرگز پیدا نکرد.